سلام، من سارا. امروز میخوام راجع به فیلم ابسشن صحبت کنم. فیلمی که واقعا توی سالهای اخیر من فیلم‌های خوب خیلی زیاد دیدم که واقعا دوست داشتم، اما این فیلم واقعا از لحاظ شخصیت پردازی، از لحاظ ساخت و شکل‌گیری کاراکتر، واقعا میتونم بگم به جرئت یکی از بهترین فیلم‌هایی که من شاید توی سالهای اخیر دیدم. در اصل این اون شخصیت، حالا اینجا اسپویلر داستان اگر که داستان ندیدید که لازم نیستش، یعنی تو کل این ویدیو هرچند که من اسپسیفیکلی نمیخوام راجع به فیلم صحبت کنم، من میخوام راجع به ابسشن به صورت کلی و این نوع شخصیت، این نوع کاراکتری که بهش پرداخته شده و موضوعات روانشناسی فیلم در صحبت کنم. این تیپ شخصیتی مثل بیر که یک شخصیتی از کاملا منفعل و این تیپ شخصیت نیک و اون حالا اون کات تسخیری که براش اتفاق میافته در اصل پروژکشنی است از اون شخصیت دارک ساید همون شخصیت بیر که اون ابسشنش هست، و در واقع این تصویری هست به صورت خیلی یک نوع پیچشی که یعنی انقدر که خوب تونسته این فیلم رو ایجاد کنه. به نظر میاد که مثلا یک نوع آرزویی هستش که حالا به شکل یک نوع پادآرمانشهر رو به تصویر کشته، در صورتی که به نظر من بیشتر یک نوع تصویر، یک نوع آینه‌ای هست در مقابل اون بخش‌هایی از اون شخصیت بیر که شما نمی‌بینید و یک همچون کاراکتریستی واقعا از لحاظ روانشناسی کاملا توجیه پذیره و یک همچون آدمایی هستن و اون شخصیت نیک تمام اون رفتارهایی که انجام میده در اصل اون چیزهایی هستن، اون نوع در واکنش به اون چیزهایی هستن که توی ذهن اون بیر میگذن، در واقع رو داره نشون میده که با نیکی ابسس، مثل اینکه 7 سال هم هستش که اتفاق افتاده و اولین سکانسی که ما میبینیم همین هستش، همین صحبت‌های خیلی اکستریمی هستش که این داره به صورت تمرینی حالا با خانمی که اونجا نشسته داره این صحبت ها میگه و این نکته‌ای که خیلی براش مهمه و براش حائز اهمیته اینه که کسی به جز تو اصلا مرگ فوت مادر بزرگ من رو تبریک نگفت و این که یکی از فیچرهایی که طرف به عنوان دلیل شیفتگی، دلیل اون عشقی که داره بیان میکنه این هستش که به من و به منحیات من اهمیت داره. این خیلی نکته مهمیه و توی روانشناسی تو کاراکتریست این آدم خیلی تاثیر داره که من بعدا راجعش صحبت میکنم. در کل این نوع شخصیت یک شخصیت پسیو اگریسیو، حالا به فارسی میگن منفعل پرخاشگر، البته لزوما آدم پرخاش نمیکنن ولی بیشتر حالا ساید پسیوش اینجا مشخصه، ولی این نوع شخصیت در کل که معمولا خیلی هم رایجه که این نوع شخصیت به همراه شخصیت‌های ابسسیو کامپولسیو و شخصیت‌های وسواسی مجبور کنار هم دیده میشن و این تندنسی سنگین رو واسه داشتن انواع وسواس‌ها و ابسشن‌ها و اعتیادها فراهم میکنن و خیلی جالبه بدونید حتی افرادی که حالا دارن چیزهایی رو کالکت میکنن مثل تمام مثل چیزهای مختلف هم این مقداری از این نوع تندنسی رو دارن، اما در کل ابسشن یک نوع طیفه. همه شما یک زمانی با یک نفر یک چیزی، یک نوع مفهومی، چیزی ابسس بودید به شدت، اما این که از کجا مرز سالم و غیر سالمش جدا بشه این بس به خیلی از عوامل بستگی داره. ما این شخصیتی که می‌بینیم شخصیت کاملا منفعلی هستش و اونه حالا اگر بخوایم یک نوع دید فرویدی داشته باشیم یک چیز تو مایه‌های یعنی عقده اودیپ مثلا اینجور چیزا دارن، یه مادر کنترلگری داشتن که مدام در تلاش بودن برای اینکه رضایت و اون تایید رو از اون مادر به دست بیارن و توی ناخودآگاهشون هم این رو پروژکت میکنن روی زنهای دیگه و ابسشن داستان یه عالم از قطرهای سریالی که ما می‌بینیم داستان خیلی از انتقام جویی های بعد از ریجکشن هستش، داستان خیلی از مثل همین اسید پاشی که هم توی ایران اتفاق افتاد، یه خانومی به اسم
عامل بهرام بود فکر می‌کنم. هم تو همه جای دنیا این نوع اسیدپاشی‌ها، این نوع سوء قصدها به خاطر اینکه طرف فقط ریجکتشون کرده و این نوع ابسشن‌ها، استاک کردن‌ها، اینجور چیزها همه جای دنیا اتفاق میفته و ریشه روانی و این نوع تایپ شخصیتی این آدم‌ها خیلی جالبه که توی این مستندهای جنایی اگر علاقه‌مند باشید دنبال کرده باشید می‌بینید که این آدم‌ها معمولاً یک نوع حالا آدمای به اصطلاح خیلی توی بقیه اسپکت‌های زندگیشون هم مثلا خیلیشون آدمایی که مثلا هیچ کس باور نمی‌کرده میگفت این خیلی آدمای نایسی، خیلی آدمی تو خودشه، اجتماعی این نیست اصلا، اینا ویژگی‌های یه مقدار OCD طور دارن. خیلی می‌بینیم که این افراد یعنی خیلی از این قاتل‌های سریالی رو که من می‌بینم خیلی به صورت کاتگورایز اینا ژورنال‌نویسی کردن، خیلی لیست‌هایی دارن، خیلی کلکسیون‌های مختلف از چیزهای مختلف دارن. در نتیجه و این مغز این آدم‌هایی که داخل روابطی هستند که یا عاشق یا به اصطلاح خودشون هست اینو ابسشنی رو به کسی دارن رو اسکن کردن و متوجه شدن که مغز این افراد خیلی شبیه مغز کسی هست که روی کوکائینه. و چیزی که خیلی جالبه و مهم بدونید اینکه مغز این افراد فعالیت پریفرانتال کورتکس مغزشون کم شده بوده توی یک گروه تحقیقاتی که از این افراد داشتن که یا داخل همین نوع رابطه های این شکلی بودن، همین سه افرادی که حالا اذعان می داشتن که حالا خیلی ابسسن روی آدمی و انگار حالا از قول خودشون خیلی شیفته و عاشق اون آدم هستن. و مغز اینها قسمت پریفرانتال کورتکس که بخش تصمیم گیری، بخش رشنال تینکینگ به اصطلاح، بخش آنالیز کردن، این قسمتشون فعالیتش کمتر شده و بخش لیمبیک سیستم که بخش مربوط به بقا هست، حالا یک سری خاطرات و یک سری تصاویر رو اونجا ذخیره میکنه که مربوط به تضمین کننده بقای اون فرده. آمیگدال در اون بخش که مربوط به مدیریت ترس هستش و قسمت‌های دیگه مثل هیپوتالاموس و اینجور بخش‌ها که تنظیم کننده چیزایی مثل گرسنگی و تشنگی و اینجور چیزها هستن، اون قسمت از مغزشون لیمبیک سیستمشون خیلی فعال تره و اینها امپاتی کمتری دارن. و خیلی جالب این نکته که ابسشن در اصل درباره اون فرد نیستش. اینا افراد حالا تو شخصیتی گفتم مثل OCD و بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر خیلی این رفتارها دیده میشه، اما این اشخاص یعنی تو ناخودآگاهشون هرچند که مثل همین آدم بیر که ما دیدیم داخل این فیلم خیلی آدم نایس و اول سمپاتی بیننده رو تحریک میکنه و خیلی به نظر آدم با ملاحظه میاد، اما در اصل توی ناخودآگاه اینها همون بخش یک نوع عقده‌ای هستش، یک نوع تمایل شدید به داشتن کنترل و قدرت هستش در اصل. همینطور که ما میبینیم که زمانی که این چانس براش پیش میاد از این استفاده میکنه و اینکه و قطعا شما همچین آدم‌هایی از نزدیک هم ملاقات کردید و دیدید به وفور اونجا که این اول از همه این رفتارهای پسیو این آدم اونجا مشخص میشه که اولا میبینیم که از روی سهرنگاری سگش فوت شده و همینطور که باز ناراحت این حیوان هست، این سگه هستش، همزمان میاد اون رفتارهای ابسسیو رو واسه اون نیک انجام میده و همینطور از لحاظ بیوشیمایی هم شکلی که مغز اینها داره گفتم خیلی شبیه اعتیاد هست و دقیقا مانند اعتیاد یک نوع کریوینگ، یک نوع وسوسه ایجاد میشه به اینکه طرف بره و حالا اون رفتار میگن چیسینگش رو انجام بده، چه اون نفر واقعا باش رابطه است، چه یک چیزه، چه یک مفهومه، چه هر چی هست. و همینطور اینکه اون زمانی که کسی به این مرحله میرسه در اصل اون عاشق و اون شیفته اون دلبستگیش به این نوع تصویریه، به یک فانتزی از اون آدم، از یک نوع چیز ابجکتیوی داره از اون چیزی که توی ذهنش هست و اون هیچ ربطی به اون آدم نداره. یعنی اون در واقع یک نوع تصوری، یک نوع چیزی رو از یک آدم میخواد، یک نوع اکسپکتیشنی داره و ابسیشنش مربوط به اون هست.
یعنی مربوط به اون آدم نیست، مربوط به یک نوع ورژن خاصی، یک نوع شرایط خاصی از بودن با اون آدم هست که این تو ذهنش در جستجوی اونه و این انقدری مرز بین این تفکر و واقعیت براش محو شده که این در به در خواهان این هست و مانند هر اعتیادی این یک وسوسه، یک کروینگی براش ایجاد میشه و میره دنبال اون و دوپامین و نورپینفرین توی زمانی که حالا چه اون عکسی و دیتایی رو به اون آدم دنبال کنه چه واقعا با اون آدمی که حالا اول اینکه باهاش رابطه است ارتباطی داشته باشه برقرار کنه تو مغزش ترشح میشه و بعدش های و کرش داره. اینه کسی که مواد مخدر مصرف کرده، کوکائین مصرف کرده و علائم ترک یا ویدرال سیمپتوم توش نشون داده میشه زمانی که مدتی از اون آدم دوره یا به هر دلیلی و عین کسی که اعتیاد داره توی اون استیج اینها سروتونین مغزشون کمه، واسه همین اینها عاجزانه و تلاش بر کنترل بیشتر میکنه و همینطور که ما توی این شخصیت هم میبینیم توی این شخصیت بیر این دوا خواهان یه همچین چیزیه. زمانی که فرصت براش پیش میاد که به اون نیک اظهار علاقه کنه این کارو نمیکنه، چون زمانی که نیک ازش میپرسه که تو اگر که از من خوشت میاد الان وقتشه بگو و اون میخواد میگه نه و بعد و قبلش همونجور که قبلش گفته من یه هدیه‌ای برات دارم و اون دختره هم انگار یکم متوجه شده که وضعش چقدره، گفته این من رو نگران میکنه و اونم و بیر خیلی با تعجب میگه چه واکنش عجیبی، یعنی اون واکنش اون خواهان اپریشیشن و ادمیریشن بوده به اصطلاح روانشناسی، یعنی خواهان یک نوع قدردانی بوده، یک نوع اظهار ارادتی بوده از این که دریافتش نکرده و یکم بهش برمیخوره و اون زمان که چند اینو داره، شانس اینو داره که واقعا بهش بگه، یعنی اون دختره قبلش هم صحبت کرده که من دارم به داستان عاشقانه می‌نویسم اگر از من و میخوام که واقعا و چون که من عشق تو زندگی نیست نمیتونم، مشکل دارم و این همه چیزی باید داشته باشم. بعد یک جا میاد میگه که من اگه از کسی که داشته باشم اصلا طرف نمیفهمه، هرچند که ما بعدا میفهمیم که خب این آدم به صورت عادی اگه بوده واقعا اون رو بچه‌ش برادری میدیده، دوست اجتماعی میدیده و هیچ وقت قرار نبوده اتفاقی بیفته اگر کار اون آرزو و اون چوب صنوبر و اون طلسم و اینو نبوده. اما به صورت کلی اونجا یک نوع فضایی به من مخاطب داره ارائه داده میشه که اون اگر میخواست اگر میخواست تو شرایط نرمال عادی میتونست بیان کنه و این احتمال بود براش، این فرض حتی واسه من مخاطب هم هستش که شاید کاملا به صورت نرمال هم میتونست، چون اون هم این رو داره میگه هم بعدش میگه که اگه از من خوشت میاد الان وقتشه و پس از اینکه بر چند تا تلاش از بهانه میکنه که توجهش رو به دست بیاره و بعد یه خاطره اول تعریف میکنه و بعد میبینه نمیتونه و بعد میاد یه حالت چیزی میگه فریکنیکی اصطلاحی رو کار میبره که میدونه اون رو حالا احتمالا اذیت میکنه و اصلا خوشش هم نمیاد و وقتی هم که اون ازش میپرسه اگه از من خوشت میاد الان وقتشه میگه چی نه we are just friends و به خاطر اینکه اون علاوه بر این که آدم منفعلی است، این توانایی نداره، این اعتماد به نفس نداره، حرمت نفس بسیار آسیب دیده دارن این آدما به صورت کلی. من دارم راجع به این حرف میزنم، این کاراکتریستیکی هستش که خیلی که کاملا میشه تو هزاران آدم دید دقیقاً با این ویژگی ها از لحاظ روانشناسی این کاملا تعریف شده از چنین رفتاری و شما هم حتما مواجه شدید و دیدید و بعد این میاد میگه که نه، به خاطر اینکه اون دوست داره که توی پوزیشنی قرار میگرفت که مثلا و در نهایت هم وقتی که من میگه باشه پس اگه پس خوشم نمیاد که خدافظی میکنه خیلی عصبانی میشه و با یک خشم زیادی که اینجا اون بخش پرخاشگری اون پسیو اگریسیو رو نشون داره میده با یه حالت خیلی ناراحتی میاد میشکنه و میگه که من میخوام که نیکی میگه اون جمله که بکنم داره میگه که love me more than anything in this fucking world. با یک خشمی میاد میگه که من از هر چیزی تو این دنیای لعنتی بیشتر دوست داشته باشه و این آرزو رو میکنه در اصل و که بعد اون بر میگرده و حالا بقیه داستان ها و اون روی تاریک اون ابسشنی که اون نیکی داره اولش نرماله و بعد این میاد میگه که اول که همه‌ش نرمال بود پس حالا چی شد، پس
و بعد اون زمانی که اون میگه که باشه من نیکی میشم، من همون میشم که تو انگار تو ذهنت بوده. این دیالوگ خیلی جالبه. این صحبتایی که مدام میگه که من تو نیکی باش الان این نیکی نیستش. و حتی اون زمانی که میگه من هر کاری بخوام من میکنم، میگه که نه اینا نگو، نیکی اینا رو نمیگفت. و خیلی جالبه که بدونید تو ناخودآگاه این آدم‌های ابسشنشون معمولا روی کسیه که اون آدم 100% اینها رو ریجکت بکنه. در واقع اینها هم زمانی که به صورت عاجزانه تو ناخودآگاهشون دنبال قدرت هستن، واسه همینه که کار خیلی از اینا اون مدل‌های خیلی اکستریمشون به استاک کردن و قتل و این نوع چیزها خیلی از من اگر دنبال کننده مطالب جنایی اینجور چیزها باشید قطعا هزاران مورد از اینا رو دیدید. واسه همین هستش در واقع. اما ناخودآگاهشون میاد و دوباره اون همون پورتری اون مادر کنترلگری که اینها در مقابلش ضعیف بودن که این نوع اختلالات البته نمیگم تو تمام موارد این چیزا هست، خیلی از موارد هم همون شخصیت هیستریونیک و هزار تا موارد دیگه ای هست که هر چند شخصیت هیستریونیک هم شخصیت مخصوصی مجبور هم معمولا با یک نوع همچین ترکیبی از این نوع والدهای کنترلگر شکل میگیره. ولی این میاد و اینها تو ناخودآگاهشون میرن و دقیقا ابسست میشن با کسانی که دقیقا اون قدرت، اون چیزی که میخوان رو برعکس به اینها نمیدن و خودشون تو جایگاه قدرت هستن. واسه همین هست که اینها اون حالت عقده بودنشون، فیکسیشنشون اینها رو به جایی میبره که اینها حالا چه به صورت عادی عقده گشایی میکنن، حالا تو محیط اون نفر رو ناراحت میکنن که حتما خیلیاتون تجربه کردید، یا اینکه تو موارد اکستریم دست به جنایت و اینجور چیزها بزن. اما اون مخصوصا و اون سکانس حالا تو ماشین که بعد این آرزو میکنه و بعد این دختر برمیگرده، دقیقاً این نقطه خیلی جالبی هست از اون که چطور، یعنی دقیقاً اون دری که باز میشه به این روی تاریک این نوع شخصیت منفعل به اصطلاح نیدی ابسست که حالا خیلی هم می‌بینیم که این دکوراسیون خود مادر بزرگش رو دست نزده، مرگ مادر بزرگش که احتمالاً همون از جایگزین این چیز روانشناسی درباره مادر یا جایگزین‌های مادره که احتمالاً ما می‌فهمیم جایگزین مادر کنترلگر همون مادر بزرگ شاید البته، ولی این احتمال هستش با توجه به مفصل‌های رفتاری اون آدم که ترکیب خونه همون شکلی هستش. و در ادامه اون لحظه‌ای که برمیگرده و میاد تو ماشین، زمانی که نیک میفهمه که چیزی درست نیستش اینها و حالا نمیفهمه تو اون لحظه که فکر میکنه حالا اون شوخی بوده، این نمیفهمه که دقیقا چه اتفاقی افتاده. و وقتی که میبینیم که اون داره راجع به پدرش حرف میزنه و اینها، یک نوع lack of sympathy و دقیقا یک نوع کمبود سمپاتی رو ما توی چهره این میبینیم. مثلا اول که یک مقداری حالت اصلا میگن رولینگ آیز انجام میده که براش عجیبه، میگه من نمیفهمم، عجیبه، همه چی عجیبه، هی مدام تکرار میکنه، یعنی صرفا برای این آدم میک سنس نمیکنه اتفاقاتی که داره میفته، وگرنه هیچ رو ابایی نداره که حتی بخواد مثلا حالا یعنی جرأت این رو نداره، اگر که حتی سوء استفاده نمیکنه، میخواد خیلی به اصطلاح راشنال عمل کنه، خیلی سنسیتیو عمل بکنه، در اصل یک جوری داره نشون میده داخل این بخش که این آدم در اصل جرأت نداره، این آدم خیلی به خاطر همون کمبود حرمت نفسیه که داره این رو رفتارهای حالا به اصطلاح خیلی محتاطانه و محافظه‌کارانه نشون میده، نه اینکه صرفا به اون که اهمیت بده. و همینطور که ما توی اون سکانسی که این میره، این هم انگار اون نقطه‌ای که انگار دیگه همه چی از حالت نرمال و قشنگ در میاد و وارد استیج بعدی فیلم میشیم، ما انگار یک سوم دوم فیلم همون جایی هست که اینا توی کافه میرن و میگه که پدرت که سالم بود، پدرت که مشکلی نداشت و داخل اون سکانس داد میزنه که why doesn't matter if you're having a nice date و بعد میگه خب اهمیتی نداره و خیلی راحت این شخصیت بدونه که اهمیتی براش داشته باشه، اما اول زنگ خطایی براش باشه خیلی راحت با این قضیه کنار میاد. و دقیقاً این سکانس کات میخوره، اینجا خیلی مهمه، اینجا خیلی چیز جالبی هست که اگر توجه کنید
کات میخوره و میاد تو اون صحنه که حالا تو اتاق خوابن و این نیک کاملا به صورت اینکه بدنش در اختیار خودش نیست و کاملا اگر که به دهانش حتی نگاه کنید این صداها اینها سینک نیستش با شخصیت و این نوع این اون نقطه عطفی هست که حالا اون اون جایگاه قدرتی که میخواسته رو به دست آورده به صورت نمادین و میبینیم که چقدر بدون هیچ نوع اموشنی و چقدر ترسناک اون صحنه که انگار اون چیزی که میخواسته رو به دست آورده و توی اون حالا توی اون جایگاه تملکی هستش که این به دنبالش بود. اما بعد از این دقیقا همین نقطه تویستی هستش که همه چیز رو از اون زاویه انگار از به صورت آینه‌واری داره به صورت متقابل نشون میده که دقیقا این به نظر من همون درونیات یک نوع همچین کاراکتری هست و این نکته خیلی اونجایی به چشم میاد که توی یک صحنه این یک خیلی واضح توی حالت خوابه بهش میگه که الان من خودمم و اینکه من رو بکش و یعنی اینقدر این عاجزانه بدنش در اختیار خودش نیستش و کلا ذهنش و همه چیش انگار همون تصحیح شده و بیر میفهمه اینو و خیلی راحت میگه اینقدر بودن با من برام سخته و این دقیقاً تصویری از اون عقده ها و از اون نوع ویژگی کاراکتریستیک اینجور آدم ها رو داره ارائه میده که نه تنها براش مهم نیست بلکه هم واقعا دنبال یه چیزی بوده. و حالا راجع به اطلاعاتی از خود فیلم اگر بخوام بگم، فیلم توسط کری باکر یه نوع یوتیوبر ساخته شده که خیلی جالبش اینه وقتی که باهاش مصاحبه می‌کردن داشتن داستان‌های زیاد به واسطه این کانالی که داشتن تو یوتیوب خیلی داستان‌های زیاده و من تعریف می‌کردن مردم حالا خیلی خیلی موضوعات شنیدم و این نوع کانکشن عمیقی که این داشته با شخصیت پردازی به غیر از این دو شخصیت همه شخصیت‌ها واقعا خوبه واقعا در اومدن اون شخصیت نارسیسیستی که اون یکی با هزینه $1,000,000 ساخته شده فیلم و بیشتر از 229 میلیون دلار تا حالا فروش داشته که واقعا موفقیت بسیار بزرگی در راتن تومیتوز 95% نظر 95% از منتقدان رو جلب کرده که این هم واقعا نمره بسیار خوبی هستش. امیدوارم مثل ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوستش داشتید لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر شما هم علاقه‌مند هستید مثل من به موضوعات روانشناسی این کانال رو دنبال کنید. تا ویدیوی بعد فعلا خداحافظ.